مرگ استاد جانر اویگور است که به سبب منفجر شدن بمب در دانشگاه مرکزی استانبول رخ داده بود. با وجودی که تمام ترکیه در ماتم ای استاد بزرگ است، هنوزم قاتل دستگیر نشده. نظر به شواهد و اسناد به دست آمده الیف کورال محصل سال اوله 15 طب دانشگاه مرکزی استانبول که چند روز قبل از دانشگاه اخراج شده بود با گروه تروریستی روابط داشته. اینا کلشان فروخته شدن، کلشان. خداوند لعنتتان کنه. چی شده بیادر؟ کمی آرام باش. توبه دیوانه شده. بسیار خوب میفهمم کمرایتان چی کنم. اجازه نمیتم کلیف قربانی کنین. من مانعی کارتان میشم. متوجه باشین، همه جای خوب بگردین. الیف 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 اسکر، او طرف پشت سر رودخانه رو بی عجله کن. میشه جنرال صاحب. الیف الیف شرکت صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. در جایی که هستی باشم و نباید اونا پیدایت کنن. بفرمایید آقا فاتح. ببخشین که مزاحم شدم. چند دقیقه پیش یک دوسیت در رابطه با شما به دستم رسید. درباره ما گفتین؟ شخص تحویل دهنده نام خدا ذکر نکرده، از او خاطر نمیفهم کی کار کرده. ما میفهمم. پس از محتویات دوسیام با خبر هستید؟ حال شما او دوسیه را به ما روان کنین و ما دوسیه قاتل استاد جانی را براتان روان میکنیم تا بیشتر از همه براتان مهم است. فردا سرخط خبرهایتان بسازید. تو متوجه نیستی که با کی درگیر هستی قماندان زیا؟ آقا قدرت افراد خود روان کرده. او دختر را باید پیدا کنیم. الیف الیف در جایی که هستی باشم و نباید اونا پیدایت کنن.
بفرمایید آقا فاتح. ببخشین که مزاحم شدم. چند دقیقه پیش یک دوسیت در رابطه با شما به دستم رسید. درباره ما گفتین؟ شخص تحویل دهنده نام خدا ذکر نکرده، از او خاطر نمیفهم کی کار کرده. ما میفهمم. پس از محتویات دوسیام با خبر هستی. حالا شما او دوسیه را به ما روان کنین و ما دوسیه قاتل استاد جانی را براتون روان میکنیم تا بیشتر از همه براتون مهم است. فردا سرخط خبرهایتون بسازیم. تو متوجه نیستی که باکی درگیر هستی قماندان زیا؟ آقا قدرت افراد خود روان کرده. او دختر را باید پیدا کنیم. ایلیف! ایلیف! ایلیف تو کجاسی؟ او دختر کجاست؟ آه دینیز آه، بازم یک مصیبت دیگه. کمک کنید لطفاً مرا نجات بدین. کمکم کنید. مفتاح کسی کمکم کنه. مفتاح لطفاً مرا نجات بده. کمک کنید لطفاً. کمکم کنید. کمک!
دوباره ملاقات میکنیم انشالله. ایلیف! ایلیف! کمک کنین لطفا. کمک، کسی نجاتم بده. ایلیف! کمک، لطفا بریم کمک کنین. کمک. کمک. صبر کنین. شما کدام صدا نشنیدین؟ نه خیر جنرال صاحب. ادامه میدیم. کمک، کمک کنین. مرا نجات بده. از اینجا مفتا. ایلیف! لطفا کمکم کنین. نجاتم بده. ایلیف! دینی این کار کی را حقت کرد؟ نمیفهمم، چیزی را به یاد ندارم. خواهش میکنم مرا نجات بده. درست است منتظر باش، من میایم. دینی جنرال صاحب، دیشب خانم رنا اختطاف شدن. جنرال سنجر امر دادن تا گزارش هر کسی که به خانهشان میآید را بتم. چند دقیقه پیش به خانم رنا یک دوسیه آمد. خواستم خبر باشین. دوسیه رسید؟ یک آدم آورد، بعدن رفت. خانم رنا دوسیه را گرفت. چطور گرفت ها؟ ایره بگو چطور گرفت؟ تو را به خاطر چی اونجا وظیفه داده بودم؟ آقا قدرت چی شده؟ انسان بیکاره. چی گپ شده؟ سر کی قدر عصبانی هستین؟ خانم ایجا شما مداخله نکنین نگن مویایتان پرسوز میکنم. چی گپ است؟ ما قماندان سیاستم. دوسیه کثافت کاریتان به کسی سپردم که نمیتونین از پیش از او با پول بخرینش. بزرگترین اشتباه زندگی خود انجام دادیم. نه خیر، به اولین بار یک کار درست انجام دادیم. همگی باید شما را بشناسن، بفهمن که هدف اصلی شما چی است و به خاطر چی شما کار میکنین و کیها را در را قربانی میکنین. تمامی کارایتان افشا میسازم. ما بازم خود از این مشکلات نجات میدم. با خاطر گرفتن دوسیه امیال پیش رنا برو. ایلیف، ریسمان مندازم. ایره بگی در کمرت بسته که درست است؟ درست است. بگی گرفتی؟ کوشش میکنم.
در کمرت بسته کو بالا کشت میکنم. درست است الیف، آرام باش. الیف محکم بگی. آیسته. هزاران اسکر داری قدرت. سر اونا امر کن، من نمیخوایم قسم یک کار انجام بدم. خانمی جان، میفهمی اگه او دوسیه به دستم نرسه چی اتفاق میفته؟ ها؟ تبا میشم از بین میرم. خانمی جان، تو خوبی دخترتا نمیخوایی؟ ها؟ خوشبختی و دختر نمیخوایی خانمی جان؟ درست است اما رنا سر ما باور نداره. اگه برم مرا داخل اجازه نخواد داد. یک رایش پیدا کن، داخل خانه شو او دوسیه را ازش بگی. فهمیدی؟ تشویش نکن الیف، نجاتت میتم. الیف پدر کمک کنه. با یک شرط امرایت کمک میکنم. شرطت ای وقت چی است دیگه پدر؟ باید امرایم یک وعده کنی. بعد از همین لحظه باید تمام اوامر و دستورات مرا قبول کنی. درست است؟ بیبی دنیز وقت نداریم. قبول کن. قبول داری؟ قبول داری؟ درست است قبول دارم. عجله کنین سربازا، کش کنین، زود شوین. کش کنین دیگه، زود شوین، عجله کنین، کوشش کنین دیگه. الیف تو خوب هستی؟ خوب هستی نه؟ خوب هستم. خدا را هزار بار شکر که خوب هستی. ما چطور اینجا آمده؟ الیف حالا دیگه زود بیاین. تشویش نکن، همه چیز خوب میشه. فهمیدی؟ عسکر متوجهش باش. با چشم جنرال صاحب. حرکت کو دنیز.
حرکت کن. عجله که دنیز جواب بده دیگه. رنا تو خوب هستی جانم؟ بیادرم تو را به خاطر فهمیدن نشانی الیف روان کرده؟ نه خیر خودم آمدم. اگه خبر شوه قیامت برپا میکنه. به تشویش تو بودم. دیدی که خوب هستم. خوب هستم. داخل آمدم میتونم؟ لطفاً. نمیخواستم این قسم شوه جانم. من واقعا به خاطر تو و دخترم پریشان هستم رنا. اما همه چیزا به خاطر بیادرت انجام دادم. بیادرت بهتر از من میشناسی جانم. میفهمی که چی کارهای کردم میتونم. جنرال صاحب، دختر پیدا کردیم، طرف امنیت روان هستیم. یگانه خبر خوشی بود که امروز برم رسید. تبریک میگم. آفرین آفرین. عالی است عالی است. بفرمایین آقا. باید ملاقات کنیم. منتظرت هستم. با چشم آقا. تا چی وقت اینجا می باشیم هیچ نمیفهمم. دیگه مشکل نیست. به جنازه استاد جانر رفتن نمیتونیم فلیس. شاید تا پیدا شدن الیف ما را از اینجا آزاد نکنن. شما رفته میتونین. دوستتان دستگیر شده حاله. مطمئن هستی که چیزی نمیخوری رنا جان؟ هرچی بگوی آماده نه خیر، قهوه کافیست. دختر ما بیگانه است. ایره خو میفهمی همه تو نیست. اما این هیچ به بیادر مهم نیست. هیچ کس به بیادرت مهم نیست. حتی مام. یگانه هدفش ترفیع کردن است. کاش یک ثبوت برای توقف دادن اون می داشتم. باور داشته باش که بدون فکر کردن این کارم میکردم. به خاطر دخترم انجام میدادم. چرا در این مسیر خرابندان است؟ امروز در دانشگاه نماز جنازه جنرال اویگور خوانده میشه. از او خاطر بی‌روبار است. بچم از طرف چپ برو. عجله کن. زود شو. جنرال صاحب دختر فرار کرد. عجله کنین او را دستگیر کنین.
تو چی کردی الیف؟ متوجه چهار طرف باشه. چشم اطاعت میشه جناب صاحب. نباید از پیشتان فرار کنه. اگه خواسته باشی برو حمام کجانم. راحت خود شدی ها؟ نه خیر، چند دقیقه بعد بیرون میشم. پیش وکیل میرم خانم بیادر. به خاطر الیف باید گپ بزنم. بفرما پنار. بله خانه هستم. مراسم امروز است. درست است، ما فراموش کرده بودم. البته میایم. حتما میایم جانم. قرار بود امروز در دانشگاه مراسم جنازه استاد جانر برگزار شود. به او خاطر زنگ زده بود. درست است. پس تو برو آماده شو و ما منتظرت می باشم. ساعت چند است؟ ای چی است؟ نمیفهمم. همینجا بود. توبه چی وقت آمده؟ هیچ به یاد ندارم. تو آماده شو که سرت دیر نشه. باز بعدن ببینش. برو زود باش. حق به جانب استی. او دختر کجاست؟ کجا؟ حتما کدام گپی است. اگر نه فرار نمیکرد. نه خیر، به خاطر که مقصر است فرار کرده. حتما میخواد که جایی بره. پیداش کردن نتونستیم جنرال صاحب. پس کجا رفته میتونه؟ حتما به دانشگاه رفته. عجله کنین. ما آماده هستم. رفته میتونیم. درست است. من تشناب میرم. درست است. اگه خواسته باشی تو برو. من دروازه رو قفل میکنم. نه خیر، تو برو. من منتظر میباشم. حالا دیگه. کجاستی دنیز؟ زود موبایلت جواب بده دیگه. انشالله کدام مشکل خلق نشه. بریم دیگه. بریم. دنیس میایه. چی؟ پدرش اینجا چی میکنه؟ سایلا، فیلیس، الیف ندیدین؟ او همراه تو نبود دنیس؟ دستگیر شد. اما از پیششان فرار کرد. فکر میکنن که اینجا آمده. الیف اینجا نامده دنیس.
رنا جان، ما با تاکسی خانه میرم، درست است؟ تو نمیری همراهیم؟ نه خیر، تحمل کردن نمیتونم رنا جان، باور کن. خودت میفهمی. خانم بیاده، بسیار زیاد تشکر. این سرزمین کباب با مزه داره. او هم که از گوشت گوسفند باشه. ببین چه قسم آمادهش میکنم. گوشت خوش داری؟ بله، باید خوب پخته و سرخ شود. فقط میخوای که پخته شده سر میز آماده باشه، اما بعضا مجبور میشی که خودت آماده بسازی جنرال. اگر بپرسی که گوشت کدام قسمت مزه‌دار است، هر کس نظر به ذوق خود جواب میده. هیچ کس نمیگه شکم حیوان مزه‌دار است. حتی بعضی ها با شنیدن شکمبه و چیزها دل بد میشن، در حالی که اگه شکمبه نباشه بدن ناتکمیل است. اگه شکم نباشه نفس هم نمی باشه. ها، شیر بسیار مهم است. ایره کسی نمیفهمه. بعضا گوشتم با شیر نرم میشه جنرال صاحب، اما به خاطر که تیار خور هستی ایره هیچ وقت نمیفهمی قدرت. بعضا از خود میپرسم که گوشت خوش دارم، شیر خوش دارم یا شکمبره. با تو شانس داده شد تا هم گوشت، هم شیر و هم شکمبره بخوری. نفهمیدم آقا. از وظیفه خود استعفا میدی. بعد از یک شخص ملکی می باشی. راحت باش. ستارهای تو از شانت میگیرم، اما یک کشور بزرگ برات میدم تا که از او کشور رهبری کنی. فهمیدم آقا. ماموریتم چطور میشه؟ گوش کو جنرال، با کسی که تو امروز زیر دست ما بود و بالایش حساب میکنیم سیاست مرکزی را برش مسپاریم و تو در کنار او می باشی. افتخاری که ای کشور در سال 1453 به دست آورده بود او از بین میره. اگه مردم نخواین چطور رهبر شده میتونه ها؟ تو در ای باره فکر نکن. مردم دوستش دارن، به خاطر که از بین مردم انتخابش کردیم. پس باید دوباره به باغبان یادآور شویم که او صاحب باغ نیست. ما تا امروز تمام مأموریت های ما با خوبی انجام دادیم آقا، میفهمین؟ اگه کدام خطری وجود داره مراسم لغو ساخته میتونیم. مهم نیست.
آمادگی لازم داریم. خدایا برام صبر بده. مهمانای گرامی، امروز به خاطر بدرقه کردن استاد مجرب و لایق ما پروفسور جانر اویگور به خانه ابدیشان کل ما در اینجا جمع شدیم. سخنرانی خدا با یک جمله که او همیشه استفاده میکرد میخوایم شروع کنم. مهمانای عزیز، ما هرچی زودتر باید به هدف خود برسیم، به خاطر که او میگفت عمر کوتاه و بسیار زود گذر است. امی قسم میگفت. جانر یک شوهر خوب بود، یک پدر موفق بود، یک انسان بسیار نیک، مهمتر از همه مهربان بود. تمام محصلین اولادای خود فکر میکرد، بالای تمامشان افتخار میکرد، همیشه همه قسم میگفت. دنیز اینجا چی میکنی؟ الیف کجاست؟ نمیفهمم. در از پیششان فرار کرد. فکر کردیم که اینجا آمده. خداوند جنت نصیبش کنه. جانر یک شوهر خوب بود، یک پدر موفق بود، یک انسان بسیار نیک، مهمتر از همه مهربان بود. تمام محصلین اولادای خود فکر میکرد، بالای تمامشان افتخار میکرد، همیشه همه قسم میگفت. دنیز اینجا چی میکنی؟ الیف کجاست؟ نمیفهمم. در از پیششان فرار کرد. فکر کردیم که اینجا آمده. خداوند جنت نصیبش کنه. نه خیر نمیایه. او احمق کل ما را فریب داده. الیف، این احمق دیگه از کجا پیدا شد؟ ما آمدم. مادرم در خانه نیست.
اگه اجازه بتین قبل از تسلیم شدن میخوایم دو کلمه گپ بزنم. همگی فکر میکنن من قاتل استادم هستم. برای مهم نیست، به خاطر که استاد جانر حقیقتا میفهمه. خداوندا من زیاد خواستم اونا را نجات بدم، اما موفق شدن نتونستم. معذرت میخوایم. حقتان ببخشین استاد. هیچ وقت شما را فراموش نمیکنم. همه قدر بس است. او را ببرین. نخیر، او را اعلا کنین. چه آدم خوب بودی. سعی کن توبه. ما چه خیر آدم خوب فکر میکنم. خوارج که معصوم است. زده استاد خود کشتن. همه چیز برعکس پیش میره. هرچی عاجل باید خانم رنا رو ببینم. نخیر، او را نبره. ولچکه بده. ای کار تو انجام بده. فراموش نکو که با ما یک وعده دادی. قماندان، بالای تو امر میکنم این کار تو انجام بده. ببینین او هیچ کاری نکرده، بیگناه است. دنیس تو چی میکنی؟ ببرینش. utanacak gün değil. Bu zulüm de bitecek, güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. Bu günler de geçecek, bu zulüm de bitecek. Güzel günler gelecek, gözlerini al yerden. آقا نجاتی، من میخواستم بعد دیدن شما بیایم. در تلویزیون دیدم. لطفاً یک کاری کنه. راستش تسلیم شدنی و خوب شد.
براق تو را صدا کردم دختر، چرا جواب من نمیدی؟ نشنیدم خانم شنایی. قبل از خانه رفتن به خشکشویی برو، چند جوره لباس ما ببر. درست است. بعد از این مربوط شما میشه. درست است. امرتان با جا میشه، تشویش نکنین. ای چه قسم انسان است که همراه عروس خودی کار انجام میده؟ هیچ وقت اون آیلی عروس خود قبول نکردن سهیلا جان. اردم چی شده؟ اظهاراتش گرفته میشه. چند لحظه بعد به محکمه میبرنش. این کارت در تمام زندگی فراموش نمی کنم. درست است. بار دیگه قسم یک اشتباه نخواد کردی. کوشش میکنم بدون بازداشت محکمه شوه، اما قسمی که میبینم مشکل است. خانم جناب، یگانه راه نجات ایلیف و دوسیه است. اوزیاس او کی بود؟ چی گپ شد؟ نمیفهمم. استاد کو مادر استاد کو من زود پس میایم. قدرت به نظر شما قاضی حکم بازداشت خواهد داد؟ انشالله با قاضیه با انصاف رو برو میشیم فیلیس. یگانه راه نجات ایلیف و دوسیه است. ساعت چند است؟ ای چی است؟ نمیفهمم، همینجا بود. توبه چی وقت آمده؟ هیچ بیاد ندارم. تو زود آماده شو که سرت ناوقت نشه. بعدن باز ایره ببین درست هست. به همین خاطر آمده بود، به خاطر گرفتن دوسیه آمده بود. بعد از هیچ وقت مانع ما شده نمیتونی فهمیدی قدرت؟ بعد از اگه از بینام برم ایره به مرجع مربوطه روان میکنم. ایجا قدرت ایجا نرو. ایجا قدرت باز که دروازه را
لعنت. قدرت زیا صبر کن. زیا گفتم صبر کن. تکان نخو. طرف ما دور بخو. گفتم دور بخو. تو چی میخوایی؟ ده اصل تو چی میخوایی؟ جنرال صبری میفهمه که تو آدم دروی هستی؟ تو چی گفتم میری احمق؟ ما همراه هیچ کسی درویی نکردیم. به خاطر دستگیری ما یک جا با پدرت به هتل آمدی. ما از آمدن پدرم خبر نداشتم. دینیز فقط تو کم بودی. کلتون غلامای جنرال قدرت هستین. طرف ما ببی زیا. من غلام هیچ کسی نیستم. فقط به خاطر نظامی که لباسش پوشیدیم کار میکنم. حال گفتنی تا بگو. میخواستی چی بگوی به خانم رنا؟ پیشم اسناد است که میتونم میلیف نجات بتم. امروز اونا را به خانهش بردم. خدایا کمک کن که او دوسیه را پیدا نکرده باشه. نیست. گرفتش. ایجا موبایلت جواب بده. ایجا بله رنا. هر چه زودتر او دوسیه را به ما بیار خانم بیادر. بیبی اگه او را برم نیاری دخترم تمام عمر زندانی میشه. لطفاً این قسم یک بدی را در حق ما انجام نده. دخترم ازم جدا نساز. دوسیه پیش ماست رنا. حال خانه میرم. میتونی با گرفتنش بیاری. موکل من تمام اتهامو رد میکنه آقای سارنوال. این اسناد ثابت میسازه که با گروه شورشی ها رابطه داری. ما با هیچ گروه تروریستی رابطه ای ندارم. من محصل هستم. دلایلی که قبلا زندگی میکردی بم منفجر شد. تو و دوستایت بازداشت شده بودین. یعنی تمامش تصادف است؟ سارنوال صاحب بیگناهی موکل من بعد از بازداشت ثابت شده و بعد آزاد شده. بعض وقت دادگاه اشتباه میکنه آقای وکیل. به نظر مگه الیف گورال آزاد نمیشد امروز. جانر اویگور نجات پیدا کرده میتونست. کدام اسنادا؟
اسنادایی که کثافت کاری های پدرت و جنرال قدرت ثابت می سازه. تمام کارهای غیر قانونی را که انجام دادن، تماس های تلفنیشان، یعنی تمام اسنادی که میتونه اونا را برباد کنه. اینجا! اینجا! منو راحت باد. اینجا صبر کو احمق. اینجا صبر کو دارو خوشم. منو راحت باد. تو سربازت بلند کردی؟ خب چی شد؟ به محکمه معرفی شد. اعلام کو قدرت. اینجا گفتم اعلام کو. دوست شهر با بکی احمق. اعلام کو. اقسم نکو قدرت. من همه چیز برانا گفتم. او اینجا میاد. اعلام کو. اعلام کو احمق. اعلام کو قدرت. چی شد؟ با خاطر لباسه که میپوشی کار میکنی ها؟ وقتی نام پدرت شنیدی نظرت تغییر کرد ها؟ اگه پدر ما مجرم باشه باید جزای خدا ببینه. با از همراه من کمک کن. تعقیبم نکن دینیس، تعقیبم نکن. کمی دگم تحمل که دختر، ما تو را نجات میتم. نه، میخوایم طلاق بگیرم. میشه وکالت خدا به شما بدم؟ البته میشه. خانم الیف گورال، لطفاً این کارا نکن دینیس. آه دینیس، تو در کار مداخله میکنی.
بیادر خانم بیادر برو مرا راحت کن. با دلیل دست داشتن متهم الیف گورال با گروه های تروریستی و دهشت افغان و با توجه به اظهاراتی که متهم در جریان بازجویی ارائه کرده است و بعد از منفجر شدن بم در خوابگاهی که یک مدت ایشان نیز در آنجا به سر می بردند به اتهام قتل جانر اویگور یکی از اساتید دانشگاه مرکزی شهر و همچنان به دلیل سرکشی از قوانین دانشگاه و برهم زدن نظم از دانشگاه اخراج شده بودند. با در نظر داشت تمام دلایلی که به صورت واضح و مشخص در نزد ما موجود می باشد، از مقام دادگاه تقاضا می کنم تا متهم الیف گورال را نظر به قوانین جزای جمهوری ترکیه با شد مجازات ایشان را محکوم کرده و با متهم الیف گورال حکم اعدام داده شود. ادامه دادگاه و فیصله نهایی در مورد قضیه 2 ساعت بعد برگزار می شود. اسلحه خودت در جای بان که دیده بتانمش. برای بار آخر میگم دستای تا بلند کو و بیرون بیا. پدر؟ چه گپ شد؟ تصمیم گرفته شد؟ قاضی 2 ساعت وقفه داد. پس یک شانس دگام داریم، همون تو نیست؟ با خانم رنا یک دوسیه روان شده. با او میتونیم الیف بیگناه ثابت کنیم. پس او دوسیه کجاست؟ حال زنگ میزنم. بفرمایید. خانم رنا مردم هستم. قاضی جلسه را 2 ساعت وقفه داده. دوسیه پیش شماست. ما در شفاخانه هستم. خانم ایجا رو به بخش عاجل آوردیم. وضعیتش هیچ خوب نیست. میشه بگویی چی شده؟ پس دوسیه کجاست خانم رنا؟ پیدا کرده تا نیستین؟ نه خیر، دوسیه پیشش نبود. حتی در خانم نبود. خانم رنا، ما تنها 2 ساعت وقت داریم. باید دوسیه را به دست بیاریم. به خاطر نجات دادن الیفی آخرین شانس ماست. حال راحت شدی؟ به خاطر تو زیار از دست دادیم. تمام گپاش حقیقت داشتم او تو نیست؟ یعنی در تمام جنایاتی که گفت دست تو است و جنرال قدرت و ممرای تمدست هستم او تو نیست؟ نه خیر، هر کاری که انجام دادیم به خاطر وطنم بوده. یا ما را فقط به خاطر ملت خود انجام دادیم. پس به خاطر همین چند دقیقه پیش میخواستی من از بین ببری، یعنی بچه خدا؟ تو نبودی که گفتی پدر ما مجرم باشه از بین میبرمش؟ پس معلوم میشه که هر دوی ما یک تصمیم گرفتیم. پدر ایره میفهمی که تو یک جنگ آغاز کردی؟ بعد از این ما تو پدر و پسر نه دشمن هستیم.
خانم پرستار، من باید هر چه زودتر همراه او گپ بزنم. خانم این امکان نداره، مریض فعلا تحت تداوی است. خانم بیادر، او دوسیه کجاست؟ ها؟ او را چی کردی؟ برام بگو کجا پنهانش کردی؟ او در خانه است؟ خانم محترم شما اینجا چی میکنه؟ خانم بیادر، این بسیار مهم است. لطفاً از اینجا بیرون شوید خانم، لطفاً از اینجا بیرون شوید. لطفاً نشانی دوسیه را برام بگو. خانم بیادر لطفاً نشانی را برام بگو، جواب بده. خانم بیادر لطفاً. برای خانم محترم اینجا چی میکنه؟ اجازه نیست. برای اینجا بکشن. یک چیزی بگو، جواب من بده. بیرون شوید. خانم محترم بیادر، من باید او را پیدا کنم. لطفاً قسم رویه نکنید. ببینید بریم خانم، لطفاً قسم من رویه باید نکنید. همراهش گپ بزنم. من باید دختر من نجات بدم. من باید دوسیه را پیدا کنم. اجازه بدین که همراهش گپ بزنم. خواهش میکنم اجازه بدین که همراهش گپ بزنم. چی شد؟ دستگیرش کردن یا نه؟ قاضی 2 ساعت وقفه داده ابراهیم. امروز به خانه خانم رنا یک دوسیه روان شده به نفع الیف، اما او دوسیه فعلا گم است. خانم ایجا از خانش گرفته. خانم آقا قدرت. بس دوسیه بشه قدرت است ها؟ به احتمال زیاد. خواهش میکنم کدام گدودی نکنی. اردام، کسی که پیش روی سالن والی با خانم رنا گپ زد زیا بود. چی؟ دوسیه را مامور روان کرده بود. دینیز، هر قسمی که میشه زیا را باید به محکمه بیاری. دوسیه از پیش خانم رنا گم شده. فقط زیا میتونه که اگه شهادت بده میتونه میلیف نجات بتین. هر قسمی که میشه زیا را باید بیاری. درست است. زیاد دور رفته نمیتونه. فعلا زخمی است. سلام، خسته نباشین. اما یک کارت تلفن میخواستم. چندی باشه؟ فرق نمیکنه. پولتان مانده، باقیش نمیگیرین؟ نه. 155 است. میخواستم یک گزارش به تو. وضعیتش چطور است؟ میتونم همراهش گپ بزنم؟ چند دقیقه بعد مریض ما از اتاق عاجل بیرون میشه. شاید 5 دقیقه بعد روانش کنیم. وضعیتش چطور است؟ گپ زدن میتونم؟ میخوایم واضح براتان بگویم. احتمال زیاد وجود داره که خانم ایجا فلج شود. امکان داره بخشای مهم بدن خدا تکان دادن نتونه. امکان داره گپ زدن نتونه. از این خاطر ما آخرین تلاش خود انجام دادیم. بعداً تصامیم خود میگیریم. لطفاً به خانواده‌اش خبر بده. خانم بیادر، برات عذر میکنم. گوش کن،
به خاطر آینده دخترم لطفا یک چیزو بگو. دوسیه کجاست؟ ها پیش تو است. کدام جای پنهان کردی؟ بیادرم گرفته؟ ها و بیادرم دادی؟ خانم بیادر گپ بزن. حداقل با اشاره چشمت صدای تبکش. خانم بیادر عذر میکنم، زمان سپری میشه. خانم بیادر یک چیزو بگو بریم، حداقل یک اشاره کن، یک چیزو بگو. خانم بیادر ژالا لطفا این کارو نکن لطفا. دیگه ختم شد قدرت، بس است. پیش خانم و خانوادیت برو. گوش کن، ما به او علاقه ندارم. درست از پیش او رفتم اما باید میرفتم. اگر نه مرا تباه میساخت. لطفا بان که برات بگویم. لطفا ژالا. گوش کن، من استراحت میکنم. وقتی که کارت ختم شد تو هم رفته میتونی. درست از خانم شنایی. بفرمایید. بله ما با کمکت ضرورت دارم. بله نجاتی، سلام. میتونم تلفنی همراه دخترم گپ بزنم برای آخرین بار؟ میشه برام کمک کنی؟ معذرت میخوایم. میشه برام یک گلاس آب بیارین؟ دوایم هم میخورم. اگه خواسته باشین براتون چای بیارم. نه خیر، زنده باشین. فقط یک گلاس آب برام بیارین. اینجا را چی فکر کردی؟ کانتین دانشگاه؟ داخل نظارتخانه است دختر جان. ببینین ما باید به صورت منظم دوایم بخورم، لطفاً. تا چند ساعت نمیموری؟ لازم نیست تشویش کنی. باز میتونی در زندان دوایت بخوری. بله اردام. ها دینیز، همین دقیقه امنیت زنگ زدم، یک گزارش برشون رسیده. زیاد منطقه کاردال دیده شده. درست است، من به اونجا نزدیک هستم، حالا میرم. خانم رنا،
چی میکنین خانم رنا؟ دوسیه کجاست؟ کدام دوسیه؟ کارایتان بس کنین دیگه. از اقدر دروغ گفتن خسته نشدین؟ ها؟ از پاک کردن کارای بیادرم خسته نشدین؟ براتان شرم است. شما هیچ متوجه گپایتان نیستین خانم رنا. دوسیه‌ای که میتونه دختر من نجات بده کجاست؟ خب حال فهمیدم. براتان عذر میکنم. بس است دیگه لطفاً، بس است. از درد دادن به دخترم منصرف شوین لطفاً. او هنوز زیاد خورده است. او مستحق ای همه درد نیست. اگه میخواین کسی را جزا بتین باز به ما جزا بتین، اما پشت دختر ما الا کنین خواهش میکنم. هیچ کسی پشت دخترتان نگرفته. او خودش به خود درد سر میسازه. دختر ما به خود درد سر نمیسازه، شما برش میسازین. بیادرم امروز کوشش کرد خانم خود از بین ببره. روزی که همراه بیادرم دشمن شدین حال شما بدتر از خانمش میشه. زیا صبر کن، فرار نکن زیا. با فرمایید. زنده باشی. الیف، یک نفر زنگ میزنه، میخواه با تو گپ بزنه. کی هست؟ از بسیار رای دور. مطمئن استم وقتی صدایشو بشنوی زیاد خوش میشی. بگی جواب بده. بله، الیف؟ کاکا ابراهیم؟ از همه چیز خبر دارم. بسیار جگرخون شدم الیف. جگرخون نباشین کاکا ابراهیم. بیگناهیم زود ثابت میشه. از اینجا بیرون میشم مطمئن هستم. البته که بیرون میشی دخترم، البته که بیرون میشی. قرار نیست همیشه ظالم ما برنده شون. شما چطور هستین؟ کجا هستین؟ چی وقت میایین؟ پشتتان زیاد دق شدیم. ما هم پشت شما دق شده. میایم دخترم، میایم. بزودی پیشتان میایم. بسیار زیاد خوش شدم که ابرایتان گپ زدم. با شنیدن صدایتان زیاد ضرورت داشتم. زیاد میخواستم با شما گپ بزنم. الیف جان دخترم، گریه نکو خواهش میکنم. گریه نکو جانم. تو مشکلات بدتر از زیر سپری کنی، مشکلم سپری میشه. خوب میشه، همه چیز خوب میشه. گریه نکن لطفاً. وقتتان تمام شده. حالا ما باید قطع کنم کاکا ابراهیم. بسیار زیاد تشکر. مرا زیاد شما مثل پدرم هستی. تو هم مثل دخترم هستی لیف جان. دخترم هستی. با خدا مسپارمت عزیزم. از دور میبوسمت. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. زیا!
کجا گم شدی زیا؟ کجا؟ حال فهمیده که چرا از پشت او رفتم؟ خانمم به من خیانت کرد. بله جنرال. جنرال صاحب، خانم ایجا به شفاخانه منتقل شد، خبر دارین؟ نه خیر، خبر ندارم. چی شده؟ خانمتان از دینه افتیده. خانم رعنا میگه که کار شماست جنرال صاحب. ایچی حماقت است، ایچی بیعقلی است. درباره یک دوسیه میپرسید. بعضی اسناد داخل او است. ادعا میکنه به خاطر گرفتن او دوسیه خواستن خانمتان از بین ببرین. او زن عقل خود از دست داده. او میخواد چی کنه؟ خب ساعت خانم ایجا چطور است؟ جنرال، شما با شفاخانه برین و او را تنها نمانین. سنم خبر داره؟ درست است. لطفا متوجه باشین. ما باید امرای خانم جاله درباره یک موضوع گپ بزنم. بعد از او با شفاخانه میایم. درست است. خانم جاله ما در جایت بشی. زیا عجله کو برو، حرکت کو، زود شو. او اتاق چی است؟ حمام. داخل برو. اگه چیق بزنی میفهمی که چی میشنه؟ قدرت. برو. درست از داخل شو. دروازه را قفل کو. بیرون بیا. میفهمی که این کار تو بسیار خطرناک است، اما تو نیست؟ امر کنه جنرال صاحب. ما 20 سال قبل از بین رفتیم. دیگه چه قسم میخوای مرا از بین ببری؟ بله؟ بله. میخوای بالای دختر ما تهمت بسته کنی و او را در زندان بندازی ها؟ قبلا هم کوشش کردی اما بازم میخوایی کار کنی؟ اما این را فراموش نکن. آماده هستم به خاطر رعنا و دخترم از بین برو. چی میگه؟ یعنی بعد از این هیچ چیزه برای از دست دادن ندارم. بارم بگو از ما چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ امکان نداره. دوسیه که دختر من نجات میتره میخوایم. بسیار دیر کردی ابراهیم، بسیار دیر کردی. بیبی دوسیه اونجاست. آتش زدیش؟ تو چطور تانستی کار کنی احمق؟ بله. شنایی تو برو، ما بعدن پشتت میم. عجله کو، عجله کو. آی درست است. تو هیچ کار با خاطر دختر خود انجام دادن نمیتونی. هیچ کاره. تو ای قسم فکر میکنی ها؟ ای قسم فکر میکنی؟ به نظر من اشتباه میکنی. بس آرنوالی زنگ زده، میگی که دخترم آزاد کنن. فهمیدی؟ ای گپا خوب میفهمی که هرگز ای کارا نمیکنم. پس ای قسم است جنرال. متوجه باش، به نظر من میکنی.
بیبی 5 دانه ماند. اینقدر زود نه. از اینجا زنده بیرون شدن نمیتونی. بهتر از دیگه شانس خود امتحان نکنی جنرال. زود باش دروازه را باز کن. یه احمق با کدام جهنم رفت. راحت باشو رفت. زیا اگه امیال اصلی تا پایین کنی شاید زنده بانی آقا ابراهیم. چهار خانه ماند. خداوند قبول کنه. زنده باشین. چطور میتونی این قسم باشی؟ اگه کسی دیگه می بود جگرخونی میکرد، میترسید، گریه میکرد، اما تو کل چیزا با صبر پذیرایی میکنی. به خداوند توکل میکنم. اگه بفهمین که سبب همه چیز خداوند است، باز ای را درک میکنین که همه چیز به خیر ما است. بعد از اون نه ترس پیدا میشه و نه تشویش و نه جگرخونی. تو بسیار یک دختر صادق هستی، ای را میفهمی. از معرفی شدن با تو بسیار خوش هستم. از شما یک خواهش کردم میتونم. البته هر چی که بخوای، اما اول وعده بتین به هر قیمتی که باشه انجامش میدین. درست است؟ وعده میتونم. ما میخوایم مادر خودم بشناسم. عجله کو جنرال. کاسه صبر ما لبریز نساز. اردی و میفهمیم که مرا از بین بردن نمیتونی. اگه ما از بین برم دخترتا نجات دادن نمیتونی. صبر ما لبریز نساز، فهمیدی؟ هنوزم مطمئن هستی که نمیتونم تو را از بین ببرم؟ چون میفهمم فقط شما میتونین به من کمک کنین. الیف، من اون نامه را پیدا کردم. شما او را در دست کولم مانده بودین. پس به این معنی است که شما با او ملاقات میکنین. خانم رنا، با او بگوین که دخترتان میخواهد شما را ببینه.
فکر نمی کنم ای گپ قبول کنه. حتما میترسه که به من ضرر نرسه. دیگه چی ضرر برم برسه؟ بس است که با طفلم یک جا 10 زندان است. ای قسم نگو لطفا. اما حقیقت داره. قبلا ده عبارت تصمیم گرفته شده. من حتما جزا میبینم. خانم رنا، من میخوایم مادرم بشناسم. میخوایم بفهمم مادر کلان طفلم کی هست. لطفاً به من کمک کنین. فقط شما این کارا برام انجام داده میتونین. این کارا میکنین همتون نیست. با وعده خود وفا میکنین. بسیار زیاد تشکر. وقت جلسه است، باید بریم. گوش کو جنرال، زندگیت حال به دست خودت است. زنگ میزنی یا که نمیزنی؟ گناه من نیست دیگه. درست است. صبر کن. زنگ میزنم. چی شده پیدا کرده تانستین؟ خانم رنا و هم دوستی را آورده نتانست. ایلیف آمد. قبل از آخرین تصمیم محکمه از الیف گورال میپرسم، اگر بر آخرین بار چیزی به گفتن دارین بگوین. یکی ای داستانه می نویسه و ما را مجبور می سازه که دی داستان نقش بازی کنیم. اما ما فریب ای بازی را می خورم. ما از بازی کردن در داستانی که عاقبتش معلوم نیست راضی نیست، چون دیر یا زود عدالت برقرار میشه. خداوند عادل است، تشویش نداره. چیزی که گفتی انجام دادم. حال اسلحه‌ت پایین کن. فکر کردی تو را از بین میبرم؟ من همین قسم انسان هستم. جان را که خداوند داده فقط خودش گرفته میتونه. بیبی اسلحه خالی است. تصمیم نهایی بعد از درخواست بازداشت الیف گورال به دادگاه،
روی درخواست مذکور بررسی صورت گرفت و تکان نخوری. تکان نمیخورم و هیچ جایم نمیرم جنرال. محکمه فیصله کرد که قضیه ایلیف گورال بدون بازداشت متهم بررسی میشه و همچنان تاریخ برگزاری دادگاه بعدی بعد از یک مدت اعلان میشه. خوب شد که بخیر گذشت ایلیف. زنده باشه. ما بسیار دوستت داریم. ما شما را زیاد دوست دارم. وعده‌ای را که دادین فراموش نکنین. هنوزم باور کرده نمیتونم. چطور امکان داره که این کار صورت بگیره؟ چطور میتونه که در یه حالت برسه؟ سنم جان، مادر جان، تو تشویش نکن. پدرم تو رو پیش بهترین دکترها میبره. اگه ضرورت شد خارج از کشور میریم. به خاطر خوب شدن تو هر کارو میکنیم. جنرال صاحب. جنرال. پدر. تشویش نکن دخترم. کل چیز خوب میشه، آرام باش. جنرال، میخوایم به تنهایی امرای خانم ایجا گپ بزنم. با چشم جنرال صاحب. برات گفته بودم که هرگز امرای ما خیانت نکنی خانمی جان. یا هم نتیجه کارایت. هنوز ای آغاز فیلم است، میفهمی؟ روزای بعد تو از این بابت شروع میشه. هر لحظه خواهش مرگ میکنی اما بدبختانه نمیموری. چون زندگی را برات جهنم میسازم.
بسیار زیاد تشکر و زحمت شدین. متوجه خود باش. ما میخوایم همراهت برم، میخوایم همراه پدرت گپ بزنم. نمیخوایم شما جگرخون شوین. او نمیفهمه که چه قسم گپ بزنه، کم عجیب است. نخیر تشویش نکو جانم. الیف، ایر از خانه تابستانی پیدا کردم. تشکر. شام بخیر. خوش آمدین. دینیس کجاستی بچیم؟ الیف به خانش رساندم. الیف دیگه از کجا شد بچیم؟ خانم ایجاد شفاخانه است. سنم پریشان است. جنرال قدرتم تو را کار داره. کجاستی؟ اما تو هنوزم پشت الیف گرفتی. اوف مادر اوف، بلایم در پسشان. هر چی زودتر اینجا میاییم، هر چی زودتر. واقعا از این کار خسته شدیم. واقعا که خسته شدیم، باور کنیم. رعنا خانم، ایلیف مرا دیوانه ساخته. یا از اوضاع پیداش میکنم یا از بین تظاهرات. یک درد سر کلان شده به من. کاش فقط به خود ضرر برسانه. به مام ضرر میرسانه. پدرم به خاطر ای به نظارت خانه رفت. آقای الماس، میشه که ما و شما به تنهایی گپ بزنیم ها؟ گفتین به تنهایی، یعنی ما و شما. طرف ما چرا سیر میکنین؟ داخل برین. توبه خدایا، عجله کنین، برین توبه. بفرمایین، قسمی که خواستین. ما و شما هستیم. حالا هر گفتنی که دارین برم گفتم میتونین. راستش آقای الماس، من به خاطر الیف چند خواهش کوچک از شما دارم. لطفاً دیگه در گودام زندگی نکنه. ببینین هوا زیاد سرد شده. رعنا خانم، من به زور روانش نمیکنم. من برش میگم در خانه زندگی کو. میگه نه خیر، من درس میخوانم. اگه تنها باشم خوب یاد میگیرم. زد میکنه بسیار زیادی. از خودتان خوب بهتر رو هر چی که میخواد بگویا، اما نباید اجازه بتین اونجا زندگی کنه. بعد از او متوجه شدم که هیچ غذایی را درست نمیخوره. من به شما هر ماه یک مقدار پول میتم. ایره بگیرین، هر ماه به خاطر الیف مصرف کنه. درست است؟ نمیشه. بلی از خدا قبول کرده نمیتونم. پولتون از جیبتان بانین. بعد است، بسیار بعد است، قسم میخورم. نمیشه. به خاطر الیف است. لطفا. درست است، خوب نیست، اما فقط به خاطر الیف میگیریم. باور کنید. دازم میخوایم که او خبر نشه. میفهمن که زیاد مغرور است. نه خیر جانم، قسمی که گفتین گپ در بین ما میمونه. فقط در بین هر دوی ما. الیف جان، من دیگه میرم. منتظر خبرتان هستم. صبر که دختر. منتظر کدام خبر هستی؟ برام بگو. هیچ. شما درباره چی گپ زدین؟ هیچ. الیف میخواه مادر خدا ببینه. از من در باره کمک خواست. کاش که جونامه رو برش نمیدادین. خواستم حقیقت بفهمه. اگه کمیام شدم مرا دوست داشته باشه درکم کنه. به جا برش امید نتین. در مقابل او استاد شده میتونین؟ یگان وقت زیاد میخوایم این کار انجام بدم دنیز. زیاد میخوایم بگویم که من مادرت هستم. میخوایم او را با آغوش گرفته هیچ وقت رهایش نکنم. شبا نمیتونم درست بخوابم دنیز. نمیفهمم سیر میخوابه یا گشنه. گرم است یعنی. اگه به دست من میبود او را از این خانه میبردم پیش خودم. اگه کمی هم درباره الیف فکر میکنین نی بدی رو در حقش نکنین. از او دور باشین. ای برش بهتر است.
Anne, çok üşüyorum. Anne, ağlıyorum. Hasret kor gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne, duy sesimi. Anne, bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Deniz? تو در وقت شب از کجا آمدی؟ تو را چی؟ تو از ما حساب میپرسی؟ میخوایم بفهمم که کجا بودی در حاله که باید شفاخانه پیش ما می بودی اما تو گپ ما گوش کن سنم. بله، به خاطر مادرت بسیار جگرخون هستم. شفای عاجل میخوایم. اما رابطه ما رابطه جبری است. یعنی ما مثل نامزدهای دیگه نیستیم. به خاطر طفل کار میکنیم سنم. درست است در یک خانه زندگی میکنیم، اما هیچ وقت به تو علاقه نخواد داشتم. لطفا این رو درک کن. اگه خیال بافی هم نکنی خوب میشه. دیگه تو را در اطراف دینیس نبینم. زنگ نمیزنی، احوالش نمیپرسی، گپام نمیزنی، حتی سلامم برش نمیتی. تو برو ای گپا را به نامزدت بگو. پس به می خاطر او خانه تابستانی رفتی ها؟ اگه دینیس نمیرفت خدا میفهمه که چی کارایی میکردی. تو از کجا فهمیدی که دینیز رفت؟ خودش برم گفت. کل چیزا برم قصه کرد. در ضمن هیچ موضوعی بین ما پنهان نیست. وقتی که زنگ زدم او با تو بوده، همه تو نیست. مرا تو از اونجا پایین انداختی؟ به خاطر به دست آوردن دینیز؟ تو عقلت از دست دادی. من حتی نمیفهمیدم که همیم دو قسم یک جای خانه داره.
دزم من چون این کار با تو کنم؟ تو لیاقت نفرتمو نداری. گپای ناق زدن مردم مشکوک نساز. هیچ کسی به گپای تو باور نمیکنه، فهمیدی؟ من اون شب در شف خانه بودم، شاهدم دارم. شنیدی؟ اگه بدی نیست بگوی تمامه شد. هر چی میخوایی بگو. و نه ثبوت داری و نه هم شاهد داری. هیچ چیز را ثابت ساخته نمیتونی. از خانه جدا میشی؟ بله، همراه پدرم بودن نمیتونم. چی کردی؟ خانه پیدا کردی؟ نه خیر، امروز خانه میپالم. بیا همراه من زندگی کو، خانه خالی دارم. گرچه نباید همراه تو گپ بزنم، اما تو نمیبینی من چقدر جگرم خونه سردام؟ نمیبینی؟ قلب انسان همه چیز او است. قلب ما آتش گرفته. وقتی طرف الیف میبینم روح از بدنم جدا میشه. بله اردام، من الیف هستم. ها الیف، چطور هستی؟ راستش هیچ خوب نیستم. چی شده؟ چه مشکل داری؟ چند دقیقه پیش سنم پیش روی آمد. اردام، فکر میکنم او مرا پایین انداخته بود. تو چی میگی الیف؟ بله، سنم برام گفت که خبر نداشت خانم رنا در اونجا خانه داره، اما میفهمید دینیزم قصدن او شب خواسته بود. الیف، یک جرم بزرگ است، متوجه هستی؟ میفهمم. تو بدی نیست چیزی نگویی، درست است؟ نمیخوایم جگرخون شود. من فقط خواستم ای گپه به تو بگویم. درست است. خوب کردی. من یک بار فکر میکنم که چی کدام میتونی. بعداً باز برات زنگ میزنم الیف. چی شده اردام؟ الیف میگه کسی که میخواستم از بین ببره سنم است. چی؟ بیننده های عزیز، قدرتکارها یکی از جنرالان بزرگ و قوی کشور که نامزد پست وزارت دفاع هم گفته میشد امروز از وظیفه خود استعفا داده. هدفت چی است؟ تو میخوایی چی کنی قدرت؟ تمام نهادهای نظامی، قضایی و ادارات دولتی از اینکه جنرال قدرت استعفا داد متعجب شده. همه به صبرانه میخواهند علت استعفا را جویا شود. وای 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 وای. بعد از اینکه جنرال قدرت کارای حاضر نشد بر رسانه ها معلومات بده، خبرنگارا پیش خانه قدرت کارای جمع شدن تا جواب سوالات خود به دست بیارن. حال هدفی احمق فهمیدم. مرا گفت که در شفاخانه هستم. وقتی من رفتم او رفته بود، در شفاخانه نبود. اگر نقشه جنایت او طرح کرده باشه، واقعا دختر بسیار خطرناک بوده میتونه. درست است، اما چه قسم ثابت کنیم؟ او تو را به شفاخانه خواست. اول از اونجا شروع میکنیم. میبینیم که واقعا او شب به شفاخانه رفته یا نه. درست است. پس بیا که همیال به شفاخانه بریم. بله، تا هنوز از آقا قدرت کارای کدام دلیله به خاطر استعفای اونا گفته نشده و همچنان در مقابل رسانه هم ظاهر نشدن. آمد دوستا، بدوین عجله کنین. جنرال صاحب، خبر استعفایتان حقیقت داره؟ اگه حقیقت داره دلیلش میشه جنرال برام صاحب بگین؟ شخصا تصمیم گرفتین یا کسی بالای شما فشار وارد کرده؟ بعد از این چی میکنین؟ گفته میشه که وارد سیاست میشین. حقیقت داره؟ جنرال صاحب چرا به سوالای ما جواب نمیدین؟ چرا چیزی نمیگین؟ لطفا یک چیز بگین جنرال صاحب. جنرال صاحب لطفا یک چیز دوستا بگین. بیاین که از اینا بپرسیم. دوستای عزیز رسانه‌ای، قرار است چند دقیقه بعد جنرال صاحب قدرت کارای در یک جلسه رسانه‌ای حاضر شود. حال بهتر است از اینجا برین و وقتتان ضایع نکنید. پس چرا تا هنوز چیزی گفته تمام نشده؟ گپای خود در جلسه براتون میگه. لطفا از اینجا برین. حالا دیگه دروازه را بسته کنید.
الیف صبح بخیر. داخل آمده میتونم؟ خانه کم به نظم است جانم. مهم نیست، زیاد نمی باشم. درست است. بعض اوقات یگان چیز نوشته میکنم اما وقتی خوشم نمیایه اسم اندازم شه. خدا به زحمت نسازین خانم رنا. بیا. میشه ایره به مادرم بگیم؟ میشه بعد از خواندن این نامه فکرش تغییر کنه و بخواه که مرا ببینه. سلام. خسته نباشین. درباره یک مریض میپرسیدم. دیشب به بخش عاجل آورده شده بود. پیش شما ثبت شده میشه ببینیم؟ البته. آقا مراد اگه خواسته باشین من میبینیم شما یک بار دوسیه را بررسی کنین. درست است. اسمشان چی بود؟ سنم کارای. پیدا کردم. سنم کارای پیش ما ثبت شده. او خانم خوب به یاد دارم. سرک ضعف کرده بود. بله. فقط جیغ زده میرفت که طفل ما چیزی نشده باشه. درست است. تشکر. زنده باشین. وقتتون خوش. تشکر. بفرمایید. خانم سنم. سلام آمد. چند دقیقه پیش آمده بودن چیزایی که برام گفته بودیم برشون گفتم. آب بیار لازم نیست. فقط شما میتونید که به من کمک کنید. خاطر که دقیق نمیفهمم ها بلستم یا خیلی برنام زادن دروغ گفتیم. گفتم که بخش خانه هستم اینجا بیا و منم راید ببر. اما با خانه او زندم نبود. درست است آرام باشه. حالا به خاطر جدا شدن از من میخوایی که دروغ من ثابت بسازم. اما او را بسیار زیاد دارم لطفا برای کمک کنید. راستی نامزدتان بسیار جذاب است. لطفا او را از دست ندین. البته که نمیخوایم دختر احمق آمده با من مشوره میدهی. اوف. به هر صورت این کارم ختم شد. حالا اگه خانم ایلیف بخوایم کدام کاری که نمیتونم چون حالت شفاخانم ثبت راج سر شدم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад.